تا حالا به این فکر کردی که کهکشان راه شیری واقعاً چقدر بزرگه؟ برای اینکه بتونیم عظمتش رو درک کنیم، اول باید یه نگاهی بندازیم به فاصله های باور نکردنی بین سیاره های داخل منظومه شمسی خودمون، همین حیات خلوت کیهانیمون، و این فقط اول راهه. اونورتر با مقیاسی طرفیم که هر چیزی توی همسایگی خورشیدمون رو کاملا بی اهمیت نشون میده. اولین ایستگاهمون جاییه که شاید از نظر فاصله نزدیک باشه ولی اهمیتش خیلی زیاده. همین ماه خودمون. ماه حدود 384400 کیلومتر با زمین فاصله داره. شاید این عدد برامون زیاد به نظر بیاد ولی توی مقیاس کیهانی یه قدم کوچیک بیشتر نیست. برای اینکه بهتر درکش کنیم، تصور کن سوار یه هواپیمای مسافربری شدی که با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت داره پرواز میکنه. اگه مستقیم به سمت ماه بری حدود 16 روز طول میکشه تا به سطح ماه برسی. اما وقتی پای ارتباطات وسط میاد، نور که سریع‌ترین چیز توی جهانه، برای طی این مسیر فقط 1.28 ثانیه زمان نیاز داره. یعنی توی تماس‌های رادیویی با ماه یه تأخیر رفت و برگشتی حدود 2.5 ثانیه‌ای ایجاد میشه که همینم برای برقراری یه گفتگوی روان ممکنه یه خورده دردسرساز بشه. ولی این تأخیر وقتی بیشتر به چشم میاد که نگاهمون رو دورتر ببریم، مثلا به سمت مریخ. سیاره سرخ وقتی در نزدیکترین فاصله به زمینه حدود 56 میلیون کیلومتر از ما فاصله داره. اگه همون هواپیما میتونست یه جوری تا مریخ پرواز کنه، رسیدن به اونجا حدود 6 و 2 سال طول میکشید. اما برای نور طی این مسیر حدود 3 دقیقه زمان میبره. یعنی توی ارتباطات تأخیر رفت و برگشتی حدود 6 دقیقه خواهیم داشت. تو مأموریت‌های فضایی که دقت و زمانبندی خیلی مهمه، این نوع تأخیرها فقط یک مزاحمت ساده نیست، ممکنه واقعاً تأثیرهای حیاتی داشته باشه. قبلا ما فاصله بین زمین و خورشید رو حدود 150 میلیون کیلومتر عنوان کردیم که بهش میگن یک واحد نجومی یا همون AU. ولی یه سریا پرسیدن چرا این عدد ثابت نیست و همیشه همین مقدار نمیمونه. دلیلش اینه که واحد نجومی در واقع میانگین فاصله زمین تا خورشیده، نه یک عدد ثابت، چون مدار زمین به دور خورشید کاملا دایره‌ای نیست بلکه یه شکل بیزیتوره. یعنی در طول سال فاصله زمین از خورشید کم و زیاد میشه. مثلا وقتی زمین تو نزدیکترین نقطهش به خورشیده که بهش میگن حضیض خورشیدی، فاصله حدود 147.1 میلیون کیلومتره و این اتفاق تقریباً 2 هفته بعد از انقلاب زمستانی یعنی اواسط دی میفته. در مقابل تو دورترین نقطه یعنی اوج خورشیدی فاصله به حدود 152.1 میلیون کیلومتر میرسه که حدود 2 هفته بعد از انقلاب تابستانی یعنی اوایل تیر اتفاق میفته. یه نکته جالب اینه که زمین تو فصل تابستون نیمکره شمالی در واقع دورتر از خورشیده که برای خیلیا عجیبه، چون فکر میکنن گرما به فاصله از خورشید بستگی داره. ولی دلیل تغییر فصلها کج بودن محور چرخش زمینه، نه فاصله زمین از خورشید. حالا اگه بخوایم در مورد نور حرف بزنیم که سریع‌ترین چیز توی جهانه، برای رسیدن از خورشید به زمین حدود 8 دقیقه و 20 ثانیه زمان نیاز داره. اما اگه بخوایم بریم دورتر و توی منظومه شمسی، میرسیم به نپتون، دورترین سیاره از خورشید. فاصله متوسط نپتون از خورشید حدود 4.5 میلیارد کیلومتر یا به عبارتی 30 واحد نجومیه. در این فاصله عظیم نور خورشید برای رسیدن به نپتون حدود 4 ساعت زمان نیاز داره. حالا اگه زمین و نپتون توی سمت از خورشید قرار بگیرن و نسبت به هم در نزدیکترین حالت ممکن باشن، این فاصله میتونه به حدود 3 میلیارد کیلومتر برسه.
اگر فرض کنیم یک هواپیما با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت بخواد مستقیم بره به نپتون، این سفر بین سیاره‌ای حدود 490 سال طول میکشه. این عدد واقعا نشون میده که منظومه شمسیمون چقدر عظیمه. حالا بریم فراتر از مدار نپتون، جایی که سیارات کوتوله یا همون دورف پلنت زندگی میکنن. پلوتو یکی از معروف تریناشونه، با فاصله حدود 39 واحد نجومی از خورشید. اما با وجود این فاصله زیاد هنوز هم این منطقه مرز فضاهای بین ستاره‌ای نیست. مرز واقعی بین منظومه شمسی ما و فضای بین ستاره‌ای جایی به اسم هیلیوپاز. این مرز آخرین حدیه که در اون تأثیر خورشیدمون حس میشه، یعنی اون طرفش دیگه ذرات و پلاسماها از خورشید ما نیستن، بلکه از ستاره‌های دیگه میان. وقتی از هلیوپاز عبور میکنیم وارد قلمرو ناشناخته فضای بین ستاره‌ای میشیم، جایی که فاصله ها فراتر از هر تصویری هن. مثلا نزدیکترین ستاره به خورشید یعنی پروکسیما گونتروس حدود 40 تریلیون کیلومتر با ما فاصله داره، یعنی تقریباً 268770 واحد نجومی. تو فضای بین ستاره‌ای مقیاس‌ها اونقدر بزرگ میشن که تمام منظومه شمسی تو مقایسه با اون خیلی کوچیک به نظر میاد. میانگین فاصله بین ستاره ها توی کهکشان راه شیری حدود 316,000 واحد نجومیه که یه بار دیگه نشون میده کهکشانمون چقدر وسیعه. حالا برای درک بهتر این مقیاس‌های عظیم بیایم نگاهی بندازیم به ستاره‌هایی مثل ابطالجوزا یا همون بتلجوس. این ستاره یکی از بزرگترین ستاره‌های شناخته شده است، اونقدر بزرگ که قطرش از مدار مریخ و حتی مشتری هم بیشتره، تقریباً 700 برابر خورشید ماست با قطری حدود 1 میلیارد کیلومتر. جالبه بتونید با اینکه ابطالجوزا حدود 650 سال نوری با ما فاصله داره، اونقدر روشنه که از زمین هم میتونیم راحت ببینیمش. حالا اگه بخوایم این فاصله عظیم رو با چیزی ملموستر مقایسه کنیم، یه آدم معمولی که فعالیت متوسطی داره روزانه حدود 7500 قدم برمی داره که تقریبا میشه 6 کیلومتر در روز. توی بیشتر دوره‌های تاریخی متوسط امید به زندگی برای آدم‌ها حدود 24 سال بوده. این یعنی یک انسان معمولی در کل عمرش حدود 52560 کیلومتر راه میرفته. عدد بزرگیه، ولی در برابر میلیاردها کیلومتر فضای کیهانی هیچی به حساب نمیاد. حالا بیایم یه قدم فراتر بریم. اگه بخوایم مسافتی که تمام انسانهایی که تا حالا روی زمین زندگی کردن رو با هم جمع بزنیم، یعنی چیزی حدود 170 میلیارد نفر طی تقریباً 200 تا 300 هزار سال گذشته، مجموع مسافت طی شده توسط گونه ما به عددی میرسه که واقعاً حیرت انگیزه، بیش از 6 کوادریلیون کیلومتر. حالا تصور کن که بشه یه چوب رو بین همه انسان‌ها دست به دست کرد و هر کسی به اندازه میانگین عمر خودش همون حدود 52,000 کیلومتر راه بره. اگه اینجوری باشه نسل بشر میتونه در نهایت تا ابطالجوزا برسه. اما حتی با وجود این عدد فوق‌العاده بزرگ، این فاصله هنوز هم کمتر از 1% از وسعت کل کهکشان ماست. در این سناریوی فرضی رسیدن از خورشید به ابطالجوزا برای گونه انسان حدود 2.8 تریلیون سال زمان میبره. این اعداد اونقدر بزرگن که واقعا در دنیای روزمرمون نمی گنجن و درک واقعیشون تقریبا غیر ممکنه. مثلا همین کهکشان راه شیری که خونه ماست حدود 100,000 سال نوری وسعت داره. ما میتونیم این عدد رو بگیم یا توی یه معادله بذاریم، ولی اینکه واقعاً بتونیم تصور کنیم این فاصله چقدر عظیمه یه چیز کاملا دیگه است. ذهن ما برای درک چنین مقیاسی آماده نیست. برای اینکه یه درک بهتر از این وسعت پیدا کنیم بیایم یه مقایسه ملموستر انجام بدیم. فرض کنیم کل کهکشان راه شیری رو فشرده کنیم
تا به اندازه زمین بشه، یعنی به قطر حدود 12742 کیلومتر. با این کار ما کهکشانی به وسعت 100,000 سال نوری رو تقریباً 74 تریلیون برابر کوچکتر کردیم. در این کهکشان فوق‌العاده کوچک شده، خورشید که در واقع قطری حدود 1.4 میلیون کیلومتر داره، اونقدر ریز میشه که قطرش از ضخامت یک تار موی انسان هم کمتر میشه، یعنی حدود 18.7 میکرومتر. و در این نسخه مینیاتوری از راه شیری که قطر کلش به اندازه زمین در نظر گرفته شده، پروکسیما گونتروس نزدیکترین ستاره به خورشید فقط حدود 0.5 کیلومتر با خورشید کوچیکمون فاصله داره. در همین مدل فشرده، ابطالجوزا یکی از بزرگترین ستارگان شناخته شده که با چشم غیر مسلح هم در آسمون شب دیده میشه، در فاصله حدود 82 کیلومتر از خورشید قرار میگیره. راه شیری، این خانه کهکشانی ما که از یک سر تا سر دیگش حدود 100,000 سال نوری امتداد داره، مکانیه چنان وسیع که درکش برای ما انسان‌ها به سختی ممکنه. آخرین باری که نور تونست این مسیر رو به طور کامل طی کنه، اجداد ما هنوز در نقش شکارچی روی زمین پرسه می‌زدن، بیخبر از رقص کیهانی شگفت‌انگیزی که در بالای سرشون در جریان بود. و با اینکه کهکشان ما چنین عظیم و خیره کننده است، باز هم فقط یک نقطه ناچیز در دل یک جهان تقریباً بیکرانه است، جهانی با تخمین حدود 2 تریلیون کهکشان. هر کهکشان با ستاره ها، سیاره ها و شاید حتی زندگی خاص خودش، صفحه دیگه‌ای از داستان بزرگ و پر رمز و راز جهان هستی رو رقم میزنه و به ما یادآوری میکنه که دنیای ما تنها یکی از بی‌نهایت جهانهای ممکنه.